معین وزارت خارجه طالبان عباس تانکزی در پاسخ به دورانی پاکستان هر کس به کشور ما بد نظر کند چشمانش را میکشیم. سلام، وقت بخیر. معین وزارت خارجه طالبان در پاسخ به دورانی پاکستان هر کس به کشور ما بد نظر کند چشمانش را میکشیم. عباس تانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در پاسخ به سخنان اسیف دورانی در مورد حمله آخر پاکستان بر خاک افغانستان گفته است: هر کس با نیت بد به سوی کشور ما بنگرد ما چشمانش را میکشیم. آقای تانکزی در حساب اکسش در پیوند به اظهارات نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان که به طالبان افغان توصیه کرده بود تا از حمله آخر ارتش این کشور درس عبرت بگیرد نگاشته است بهتر است شما از اقدامهای تلافی جویان آخر نیروهای امارت اسلامی درس بگیرید. گفتنی از اسیف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان آخراً گفته است که TTP خط قرمز اسلام آباد است و طالبان افغان باید از حمله های هوایی اخیر پاکستان درس بگیرند. دورانی روز یکشنبه نوی جدی در حساب اکس خود نوشته بود که در گیری های آخر میان طالبان و نیروهای پاکستانی تأسف بار است، اما این باید به عنوان یک درس در نظر گرفته شود. نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان خاطر نشان کرده که TTP خط قرمز آنان است و هیچ کس اجازه عبور از آن را ندارد.